به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. سرپرست ویدیوهای ما شرکت یک ایکس می باشد. در آنجا همه وقت کانفیسنت های بلند و بونوس های گوناگون شما را انتظار است. همچنین نفرهایی که تا حال رجیستراسیون نشده است می توانند در اولین پرداخت با پروموکد فرهناز لایف صاحب 8000 سامانی بونوس کردند. سیلکه بازی در کامنتاری این ویدیو. برای چه ریحانه جان اینقدر با وقت شوهر کردی؟ سبب چی بود؟ من در اویله نه مشکلی زندگی نبود. من این یاره که من دارم فرهناز و جلال نداره، این سوزه که من دارم جگری ریحان نداره. ریحانه جان چند سال شد که شما از شوهر جدایید؟ 6 سال. شما وقتی جدا شدید از شهر وحدت به شهر دوشنبه آمدید برای زندگی کردن؟ بله. من دلم موندگیه، نمیتونم با یکم ذاتی مرد باور کنم دیگه. ریحانه شکست زندگی رو در چی دیدید؟ شکست زندگی فقط من از یک چیز در همین دنیا پشیمانم. شکست خوردن قبول کردم که زندگی ما به هیچ برباد رفتگیه. هر روز یک سوال برای ما پیشنهاد میشه. سوال نداده که چون من پدر ندارم؟ نه. یگم نفر پیدا شود که شما رو با فرزندتان قبول کنید؟ بسیار است. چرا قبول نمیکنید؟ فقط انتخاب در کم ترک تقصی کشیده استم، نمیتونم. ریحانه جان اگر روز سخت پشیمان شد و برگشته بیاد قبول میکنید؟ فکر میکنم نه. دیگه نه. سلام به همه شما دوستان عزیز. من برای شما شرکت شفافرما را پیشنهاد می نمایم. هجامه بپول در شهر مسکو برای هم زنها و هم مردها، گیاها برای سنگ گرده، معده، دل و اینچنین کرم ها برای نیست کردن مرشینه، نیست کردن داغ‌های روی، اینچنین گیاها برای سفیدشوی روی و پسریازم. دستافک به تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان و روسیه رایگان. سلام عرض میکنم به همه شما تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. باور دارم که برنامه امروزه ما تمام یوتیوب را تکان می‌دهد. چرا؟ به خاطر که زیادی از مخلصان ریحانه فیض از ما خواهش کردند که انا همون ریحانه فیض را در برنامه‌تان دعوت کنید و با آنکه صحبت گذرانید. آیدی انا همون فیلم‌های تربیوی، آیدی شعرهایی که در سایت اینستاگرامش می‌گذارد، آیدی آن ویدیوهایی که گویا تویی کرده است و گویا به شوهر برآمده است. این همه سوال‌هایی که به جواب از طرف مخلصان است امروز پورا جواب خواهم گرفت. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه. تشکر زیاد فرهناز جان. رحمتی کلام که قدر کردین و به برنامه خودتان دعوت نمودید. سلام و درود خودم را به همه شما پتیشگان فرهناز لایف میرسانم. زنده باشید. من هم حاضر هستم که به سوالهای شما جواب گردانم. تشکر زیاد بار میکنم. من نمیدونستم شما اینقدر دختر صمیمیه. زنده باشید. برای من میدونن که خطی همه کم رفت آمد که داشتم شما خطی نو هم صحبت شدم. چون از یک دیگر سایت های اجتماعی یک دیگر میشناختم میگم اینقدر دختر خاکسار و مهین خوش معامله. من از پیش از ساعت 2 بود 3 بود من انتظار شدم، ولی شما رو مناسبت شما رو دیدم اول خودم گم کردم که 2 ساعت دیگه هم اگر انتظار میشدم ارزیده. رحمت کلام. سلامت باشین. بازم خوش آمدین به برنامه ما. تشکر که رد نکردین آمدین. ارزنده سلامت باشین. ریحانه جان آیدی کدام سوال ها به نهایت نسبت شما زیادن؟ از کدام دایره شروع کنیم؟ اول از طرف اینستاگرام؟ من هیچ فرقی ندارم. مشکلی ندارم. کوشش میکنم که جواب گردانده توانم. ریحانه جان ببین اول کمک درباره خودتان معلومات میدادین به خاطر که مردم شما را دیدند ولی سن سال شما را نمیدونند. شما از کجای نمیدونند؟ تبر و ریحانه زاده شهر وحدت، تولدم 2000م. خیلی زود بعد شوهر دادن مقصد یک دخترچه دارم 6 ساله است و شما جدا شدم. بله هیچ کس باور کردن نمیتواند، اما بالای این همه پاسپورت 2002 قید شدگیم با جای میروم یکی پاسپورت پیشنهاد میکنم بعد میگن که اویله دار شدگی یا فرزند داره، میگم یک دخترچه 6 ساله دارم سال دیگه ممکن مکتب روه. هیچ باورشان نمیآید. تو کدام سال شو کردیم خیلی دپرسیون میشود.
برای چه ریحانه جان اینقدر با وقت شوهر کردی؟ سبب چی بود؟ من مشکلات در اویله زندگی؟ نه مشکلی زندگی نبود. من دختری قدر است، مقصد که خیلی چشم نمونه راست بوده. بودم در مکتب. بعد یک کس عاشق شده بود به دل خود. امی خانه می اومد و میرفت. امی ناراحتی پدر و مادر خیلی. من دختری دهاتم کلان شده در شهر وحدت مثال به اویله رسید. قشلاق در هر خیل گپ و کلاچه ها بودن. بله. وقتی که از پس یک دختر مثال یک پسر که آمد و حتما یک بدنامی میبراید پسش. بله. نه حقی تمام کردم. طلبه پیش قدم بودم. شکرانه خدا استادم ده دوستم می داشتن. از پشتم وقتی پدر مرا اینه براورد که دیگر نمیخوانه گفته آمدن که باید این مقصد طلبه را باید از درس عقیم نمونین، برای آینده خودش یک چیز نه یک چیز باید بشوه. همه خیلی نموندم راستی پدرم راضی نشد. بعدن از مکتب که برآوردن پاسگار فرستاد. قریب مدتی 2-3 ماه همون بچه از پس خونمون کنده نبود. بدنام نشویم گفته راضی شدیم. راضی شدن، بله. عاشق شده گرفتن. چرا اینقدر زود جدا شدن؟ باید کمتر دوست داشته بیمار گرفتن. بود. بعدم فهمیدیم با خودش یک وای داشت. بیماری داشت. بله. از فرزندش خبر میگیرد؟ البته. ریحانه جان چند سال شد که شما از شوهر جدایید؟ 6 سال. شما وقتی جدا شدید از شهر وحدت به شهر دوشنبه آمدید برای زندگی کردن. بله. از اون من زندگی شما رو کی پیش میبرد؟ فرزند شما رو کی کلان میکند؟ فرزندم در خانه با پدر و مادرم هستن. مثال نگاه بینا همه چیزش توش همش مثال با گردنی و کس نیستن. هم از طرفی من هم از طرفی آنها. برای چه ریحانه جان دیم بارم نخواستن ایله دار شدن؟ چون اینقدر زنی سبا. میدانی فرانوز جان این سوال بسیار برنامه هایی که رفتم پیشنهاد گردید. نمیتونم گفته دیگه. اوجه بخت نپرست فهمیدم که همین دنیا هیچ وفادار آدم نیست دیگه در این دنیا وجود ندارن. برای چه؟ خط خوبی میکنم ضرر میبینم، خوبی میکنم ضرر میبینم. دلم موندگیه. نمیتونم با یگان ذاتی مرد باور کنم دیگه. همه مردها یک نیستن ریحانه. همه میگن نگه طوره، لیکن وقتی در دوام زندگی یا که در دوامی که مثال قچیان عد نشینی میکنی گپ میزنی کمتر معامله خوب میکنی به طرفشون دیگه خیلی قبول میکنن. فکر میکنن با اونها کس محتاجی یا که به اونها زندگی پیش نمیره. و نه پروست عبیر نگی همیه که نمیدانم چی با بدید فقط میخوام. وقتی خوبی میکنی بدید میبینن. ریحانه شکست زندگی رو در چی دیدید؟ شکست زندگی فقط من از یک چیز در همین دنیا پشیمانم. شکست خوردن قبول کردم که زندگی ما به هیچی برباد رفتگیه. به هیچی. من یک دختری کامل گفتی گپا سوادناک نمونه بودم در حیات. ما باید که خیلی نمیشیدم دیگر نمود باید زندگی قبول میکردم. ندارم سر وقت هست میتونه که زندگی را عوض کنی، یعنی که حرکت کنی به پیش برای آینده. فرانوز جان یک گپایی که وقتی که دل مونده بشیده دیگر در نظر آدم هیچ چیز نمیتفته. فقط یک چیز برای مهم بود که دخترچه ما از همه شرایط مهیا همه طرفه، لیکن مهر پدری به حد دیگره. سرما بخب چه بودم وقتی یکم از خورده یک مایده و قدر چی نمیکنه کلانتر شوه حتما یه روز نه یه روز یه سوال برای ما پیش میاد. سوال نداده که من چون پدر ندارم؟ نه برای که دادم در خونه او را ما گویا که فقط تولد کردگیم مادر شدم تولد کردم بگیم، لیکن پدری من با درجه هم خیلی وای کردگیم که هم مهری بابا هم مهری پدری اساسا بودگیم وای کسته بهترین. چه من بعد با وقت خیلی بخیلی می اومد و میگفتم که بعدش مقصد که فرزندی من های همین چیز دشوار نیست به پدر
فرزند رو به وی رسانده؟ نه عموما برای من دشوار نیست. برای من فقط سلامتیش دشواره، زنده بودنش. همین سلامت باشه برام بسنده. اگر یگان نفر پیدا شود که شما رو با فرزندتان قبول کنید بسیار است. چرا قبول نمیکنید؟ فقط انتخاب در کمترک تقصی کشیده استم، نمیتونم ازی کمترک سراسیمه شده نمیخوام ده حیاتم. بار من سراسیمه شدگیم کمترک شناختن آدم ضروره. بله ریحانه جان، بید میگذاریم از زیقی ها میگذاریم و چی سبب شد که مست رو آوردید به اینستاگرام و بلاگری حاضر کم کم حافظگی هم میکنید؟ این همه مشکلات زندگی شما رو به این راه آورد؟ نه مشکلات زندگی نه و چه خیلی بگم همه بلاگری فکر میکنم که ازی همه کس بلاگر شده است. چی کسی را میبینم در دستش تلفن هم طریق کدای رفته است میگم چیکار میکنه این ویدیو شم که داره بلاگره. ما گفتم خوبش بیا من یکم ساعت دیگه بگذارم اونقدر بلاگری چیزش نمونده دیگه. بعد گفتن که میتونی مقصد یکم اجازه حافظگی را بگیری کم کم مثال آدمی زاد یک بار خسته نمیتونم بپا. بله حرکت کرده استم که من فقط یک چیز میخواهم در حیات که خودم زنم باشم، استوار بودنم مهمه و هیچ کس باید محتاج نباشم. بله احسن. یکم سرود علاقه پیشنهاد کردین برای مخلصتان؟ چند سرود پیشنهاد کردین؟ تقریبا 10 تا вже زیاد شده که ضبط کرده و مقصد وای کرده سم با کم کم ریلیس میکنم. آخرش شوخی آمیز خاطی میگم اخیرا من حافظه بشم چی اخیر ما همین عن طریق شخامیز بحر مخلصان ما 4 مصرع پیشنهاد نمیکنم؟ با آوازی زنده. بله با آوازی زنده. همین 4 مصرعی که حاضی پیشنهاد شد امیرا ما ریلیس کرده در عقد اینستاگرام باری اولی که وای کم درک وای کرده بودم پرتافتم به حد محسوسات پرسموتر گرفت رفته مردم قبول کردن. بعد گفتن که چخیل شد بلاگر یک برای حافظگی خیلی آدمیزاد حرکت کنه میگن که یک زن چین هنر کنه. بله مایلش کوشش میکنم برای شما. 4 مصرع سرایم. یارکم وفا نداره چی کنم پروا نداره این یاره که من دارم کلاب فرخار نداره این سوزه که من دارم جگری بلبل نداره این یاره که من دارم فرهناز و جلال نداره این سوزه که من دارم جگری ریحان نداره. سلامت باشین، سلامت باشین، زنده باشین. اینقدر از سوز گپ میزنه نفر ریحانه، اینقدر از سوختن، اینقدر از یاری بی‌وفا. بی‌وفایی بسیار دیدگین چه؟ من بسیار ندیدم و یک بار کردم همین چیزا بسیار ضربه خوردگیم. یک بار عاشق شدگیم در حیات. امیق هر چقدر راضی آدم برای من بسیار باشد مثال میدونم که دختر اینترنت هستم در یک روز ممکن یک 100 تا 200 SMS عاشقانه برای من بیایه و اوجه من نمیدونم چی با قبول کردن نمیتونم دیگه باور کردن نمیتونم. حد سخت عاشق شده بودم، سخت شکست خوردم. پراست یک چیز شد که تجربه اولین و آخرین میگن در زندگی کو همین قدر دشواری شده. ریحانه جان همین قدری که گفتید عاشق شدم چه فهمیدید از عشق؟ چرا از دست داده؟ چرا به دست آورده؟ هیچی، فقط یک دل سالم داشتم شکستانش تمام همین قدر چه به دست آوردگیم. این باره میخواید که عاشق شوید؟ میتوانید عاشق شدن؟ چون شاید نفر پیدا شد که از اون بالاتر شما را قدر کنه. هست، خیلی آدم هست در حیاتی من، برای که تقریبا 7-8 سال میشود که من را فقط قبول کردگی نیستم اما او برای من حرکت هایی کرده است. مقصد میخواد که اویله باید بکنم، حتی راضی شد که خونه عده نمیخرم چی با قبول نمیکنی. همی قشه بگو درنی دلی یک آدم هیچ یک آدم دیگه فهمیده نمیتونسته. بله درک کردن نمیتونم. بله من پروس از اربعی سخت خوردگی که هستم جای کم ترک میخوام که اقلا شد حالت که ذره هم باشه فراموشش کنه. فراموش کردم میشه و پروس در خاطر یکی با
میآید میویا همون چیزا. مثال وقتی عشق سخن میکنن میگو که من یه وقتا خیلی عاشق بودم دوست پس می‌داشتم. در عشق سخن کردن یک ترانه عشق اینقدر شما در اینستاگرام فقط شعرها و سخنها میگید یک سخن عشق قبول است. با همین با طرز یک سخن قطعی بسیارتر مشهور شدم. همین کجایی برم میگن گوش که بچه جو. میدونید ریحانه ما از کجا فهمیدم که شما اینقدر درد داره؟ از جایی که در هر یک سخنتون میخنده. میگن که انسانی که زیاد در هر یک سخنش میخندد زیاد درد دارد. بله. خدا کند که این غم ها این درد ها دور شود و یک نفر پیدا شود که به قدر اینقدر عشق برسد و دوباره عاشق شود و عائله خوب و سالم برپا نماید. آمین. سلامت باشه. محمد یک سخن عشقی یا ترانه یا که سخن یا شعر؟ عاشقی هر کس نمیشوم، اگر که شدم پس بودم که دوستت میدارم. بله. ولی اگر یک بار قلبم را شکستی دیگر شاید حتی سلامت را علیک نگیرم. زندگی خودش همیه. انسان چی داره در حیات؟ یک دل داره. زن منو گل است میگن. وقتی دلش سالم که نباشد، مثال روحیش که برقرار نباشد، هیچ وقت نمیتواند که یگام در سرش یگام فکری نو، یگام راه زندگی را پیش ببره. امی با دل امی زن مردم من فکر میکنم با دل کار میکنه. وقتی دلش خرسان باشه همه چیز ممکن جوان شوه یا شوه. باغبان میگه گل آب بوته گل آب میخواه میشه. فزن هم همین نه که از دست مرد آب میخواه میشه. البته من نمیقدر میتونم بگم که دیگر به سویت بر نمیگردم، دیگر آرزویت را هم ندارم. زمان همه چی را خوب میکند، یک کسی دیگر جایت را پر میکند. بس دیگر درد و غم، بس دیگر شب‌های بخوابی از پشت یک نفری که هیچ ارزشش را ندارد. زنده باشی. سلامت باشی. باور کن گریم اومد. ریحانه جان اگر روز سخت پشیمان شد و برگشته بیاد قبول میکنه؟ فکر میکنم نه. دیگه نه. دیگه نمیخواهد. نه او کسی قبول کرده میتونه، نه دیگه کسی با همین عشق عشقی باشه. نه شاید برای زندگی برای آینده خوب ساختن مجبور شوم یک بار دیگر مثال عائله برپا کنم، ولی از عشق دیگر برام هیچ نیست. سلامت باشد. بگذار که این عائله که شما دوباره برپا میکنید پاک و سالم باشد. ریحانه جان در اینستاگرام من یک ویدیو را تماشا کردم که با منوچهر شما ویدیو کردید که توی کرده اید در درون آب شما را میپرتویند. سرچشمه همین ویدیو از کجا برآمد؟ تا کجا حقیقت داشت؟ این من حقیقت نداره. هیچ چیز ما میلیارد بار گفتم که مثلا در حیات شخصی هم ما ضرر میکنه دوام تیمگر هم در وی کس خوب نیست. این فقط یک رولیک بود، یک صحنه بود که از طرف کانال یکی فردوس تیوی وقتی کنکورس میگذرونن و یا پیشنهادش داماد و عروسی شد. ما هم خیلی سناریو ساختیم حجبی کردن، ولی مردم جدی قبول کردن، فکر کردن که ما در حقیقت زن و شوهر شدیم. ما فقط یک بار دو بار و می کینو یا کی رولیک دیدیم یک دیگره. تا چند اندازه در زندگی یک دیگر ضرر رساندن همین ویدیو؟ زندگی ما دکو شخصا اونقدر ضرر نداشت، نرساندگی برای همه میدونست که من خیلی بلاگر، من اکتریس، من کدام رولی باشم، من گفتی که مبلغ ما گرفته رول اجرا میکنم. ولی منوچهر از بس که مقصد مرد است و باید که عائله برپا کنه، حالا جوانای با کجایی که خواستگار مادر روان میکنه میگفتین که یو هفته زن گرفته بود، نه دخترک خسروی بلاگر که امرا گرفتگی ای خطیا بود. آخه مردم امی وقتی که ما بلاگر شناخته میشویم فقط همون چیزی که هست او در درون رولیکای بیرون از رولیک ما شاید یا دیگر قطعی خصومت داشته باشن که گپ نزنه. این چیز در حقیقت ما دیدگیم هم چیزا را میگن کوی خیلی چی میگن حاجی یک زمانه شده که
نقاب مانده بله. کار میکنی، به نقاب هیچ وقت نمیشود. بله. ریحانه جان میگفتد که کامنتر هایی که شما برای شما می نویسن زیادشان سخن های قبیح هست. شما رو چی میگن اونقدر شاید ناراحت هم کنن، به کامنتر های خود اهمیت میدید؟ نه نمیخونم. نه. چی گفتنی هستد همون نفرونه که 4-5 سال می شود که در این ساحه کار کردم. باری اولینه که به همراهی دوست مراد شریفوف در همین ساحه داخل شدم. هیچی نمیدونستم که ما قدر خیلی چیزا را بعد نشان داده بودن. کامنتاری هاشون هم میخواندم، بعد سیخ میشتم، بعضا وقت خیلی گیره هم میکردم. بعد وقتی صنعتکار شدی مردم هیچ وقت را یخ قبول کردن نمیتونن. تا همین در زندگی خود تجربه که مثال اکت را چه خیلی خطید گم میزنه، خواهر چه خیلی گم میزنه، یا تا چه خیلی گم میزنه، همه یک خیل نیست. بله. همین اینترنت خودش همیه، برای اهمیت نداره. فقط چی گفتنی هستن برای نفرونه که شما را سخن قبیح میگویند و برای آن نفرونه که شما را قدر میکنن؟ دوستتون میدارم، با شما هستم، اما شمایی که من میخیزم. اگر کامنتاری های شما نباشه که ما هیچ کسی. بله. ما را شما فقط دستگیری میکنین، چی خوبه چی بده چی نیکی، فقط بدنتون مهمه. بهترین. اپای ریحانه میگفت که در زندگی چی خاطره خوب داره چی خاطره بد داره؟ نمیدونم. خاطره خوبم فقط یه چیزایی که مادر شدم. بله درست. در زندگی مادر بودن هر کس خداوند میسر نمیگرده. بله. من فکر میکنم خاطره خوب همین قدر دارم که پدر و مادر دارم. بهترین. در پشتم یک پناهگاه دارم و همیشه دوستشون میدارم. همین خیال میکنم دل جگرم برای هموا فقط وای میکنه دیگه. خداوند صحت و سلامت نگهشون میداره. آمین. بعدن چی بگم دیگه، خاطره بعد گفته بودم در زیاده. بله در همین یازی رفتی صحبت من فقط همین دل که داشتم شکست خوردم کمترک دیگه. دوست چه نگو خوبه. از در کدام فیلم های تربیوی شما نقش آفریده شده؟ فیلم های تربیوی نمی نیدم قطعی علیشیر دولت. بله همون کس قطعی یک کینوچه هستیم که کرده. کینوی پریکولنی بوده در اونش مقصد گپایی بایده. رولایی که پریکول نمیشه و من قبول نمیکنم. من خودم دختری خیلی پریکولیست نیستم مقدر نکیم. اگر خیلی کلتور نمقصد که یکم با خودم مناسب میکنم رولا، بعد بسیار وقت میگن که تو چی وقت فخر میکنی رولا را تو بازی کردن چی نمیخوایی؟ گفتم آخه همین هر یک انسان بخچه یک استعدادی درونی داره. وقتی که عهده همون رول نبره، اگر پلم که بتی وای رول اجرا کنه مردم اونجا به خودشون نمیدونن که همون چیزی تحت دل نتونستی سیم آدم. من باید همون چیزی که در درونم دارم، همون چیزی که من ایجادیات خودم هستم همون را باید نشان بدم. من رولای خیلی مقصد پریکول نیره و قدر قبول نمیگم و یکم وای میشوه و زنگ میزنه که بیا خیلی کرده تو میتونی مقصد. من بسیارتر دمی برنامه ها جای برم میگن که تو دختری دیهاتی اینقدر ادبی برای چی کپ میزنی؟ میگو خیلی نمیدونم همین کمی را گیران میشوه اتوماتیکی من خودم موزه ادبی گپ زنی نمیدونم. برای که شاید که تربیه‌ام درست بود یا که مکتب بیشتر خوندگیم در حیات. اگر شاید میخوندم یگان چیز دیگر میشدم. مثال بلاگ انتخاب کرده پشیمانه؟ از روی که بلاگر شدم من خیلیده. بلاگر شده حافظه شده پشیمان؟ بله سخت. اگر میموندن شما را میخوندنی اولادار نمیکردم چی کس را انتخاب میکردم؟ میموندن من اساسا میخواستم که ژورنالیستی تلویزیونی سفینه باشم. همین چیزا بسیار در درونم داشتم. نه وقتی طلبه مکتب بودم نه یکم برنامه ها میشید چرابینی های مکتب میشید همه چیزا در عهده من میموندن. من بسیار شعردان و هم خیلی گپ زن و وای بودم. بعد برنده میگرفتنم. بهتره میگفتن که برو گپ زن. میگفتم من کار دارم میروز خیلی دارم نه بهونه نکن. در ژورنال را میدادنم که برای پرک ایتنای ما بنویس ایکو او که همین طلبه را
пешравишон мақсад ки ба рӯҳдаи ту мемонад. اگر دختر شما در آینده کسب شما را انتخاب کنه راضی میشه یا نه؟ не بله همه درسته همه همین گپا میگه. не ҳамин касбе ки ҳозир дорам Бале. не ҳеҷ вақт ман духтарам мехононам иншааллоҳ духтур мекунам. بهترین آرزوی بهترین من فکر. همینه. بهترین حاضره ها با چی کار مشغوله؟ تنها با ویدیو کردن در اینستاگرام باز با چی کار مشغوله؟ боз ҳамин як فیلم های تربیوی. бале ҳамин кино пино ягон ҷо вай мешавад меравем. боз як ресторанда кор мекунам. начинои шабона аст. маркази дилхушӣ абрикол. шуморо даъват менамоем. میتوانند که همه روزه شما را در اونجا بینند. бале албатта ба он дар он ҷо ба ҳайси офизагӣ даромада кор кардастам. ҳаракат мекунам ки худам ба пӯи худам бестам. بهترین. ба ягон мард муҳтоҷ набошам. بهترین. یگام سرودتان کلیپ کردنی نیستیم برای مخلصتان؟ мекунам иншааллоҳ. якта тайёр кардастам. ҳамн чӣ қадар сӯзи диле ки дар даронам ҳаста ҳамн фикр мекунам ҳамн суруд таътиб бояд буброримаш. انشاءالله حقا یک سرود میتواند که شما دل شما را آرام کند. бале زنده و سلامت باشد. نقشه های شما در آینده همین نوع هستند. باید کلیپ کنید. не нақшаи ма пони айсана дур шидана. انشاءالله بهترین آمین. سخن. بهترین سخن. нақшаи ман барои дадрани саҳна мондан то охир нест. ман ҳеҷ вақт намехоҳам ки мисол умри ма ба ҳама чиз сипарӣ шавад. мехоҳам ояндаи солим, оилаи солим, بهترین. фарзандои солим. بهترین. خب یک صحبت بنهایت صمیمی بود. از زنده عشق باشی گفتیم، فرهناز جان. از شکستن ها گفتیم، از از رحمت. نقشه ها گفتیم. باور کنید بنهایت صحبت صمیمی. مفتون تشکر سخنهایتان شدم. قربان تشکر شما یک شوم. بار دیگر خوش آمدید. قدر رحمت کردید. کلام فرهناز چی جان گفتنی ها رحمت. داره؟ چی گفتنی دارم برای کیها؟ برای همه مخلصا. زنده باشن، سربلند باشن، خانه آباد باشن، با ما باشن. حرکت های ما امروز و فرداهایی که بله. میگذره فقط برای شما است. دوستان بله. عزیز، هیچ کس وقت زیادی هیچ کس را گفتی گپا به هیچی نمیگذرونه. بله. ما کوشش میکنیم برای شما یک چیز ایجاد بله. کنیم تا که کم ترکم باشه روحیه شما برقرار شود. بله. خداحافظ تا دیدار آینده. زنده و سلامت باشد. بار دیگر خوش آمدید. دوستان عزیز، این بود قصه زندگی نامه ریحانه فیض. تا برنامه های دیگر خیر.